مادر عزیزم بهتره بی‌انصافی نکنید. هر وقت پدر بزرگ مریض شده این گوپر احمق بوده که مسئولیت همه چی روی دوشش بوده. من اجازه نمیدم یه آدم همیشه مست و یه فوتبالیست 2000 بخواد اینجا اجازه کنه. تو خفه شو. مادر اون حق نداره به بلیک توهین کنه. ببینیم مگی من هر جوری که دلم بخواد در مورد برادر اعضای خانواده‌ام حرف میزنم. حتی جز اونا نیستی مگی. اینو تو گوشت فرو کن. داشتم در مورد بلیک چی میگفتم عزیزم؟ داشتی میگفتی اون همیشه مسته و قهرمان الکی فوتباله.